we are working in different with different focus countries. So this is Afghanistan focus is really right now currently going on. We are running till end of the year, 6-month period, and we have different activities. So we started with a big festival in early July, and now we had a literature series as well. We're doing this film series now, which is the current event. It's a film series showing contemporary cinema as well, documentaries but as well fictions coming from Afghanistan, especially from Afghan directors. So the important thing was that we can show stories coming from Afghan directors, and not about Afghanistan really, but from actors and directors, from persons from Afghanistan. The program is right now is 4 days. We started on Wednesday, 1st of November until 4th of November. So it's 4 days of film series, every day 2 films, and we're trying to have a big guests as well, always directors to come for the Q&A, for questions with the audience. وقتی که ما این فیلم شروع کردیم به ساختن، دم دوره که تحقیق میکردم سر ساختن این فیلم، متوجه شدم که فقط کیس ما تنها کیس نیست که در افغانستان وجود داره، بلکه کیس های متفاوتی دیگه هم وجود داره. اینا تو که خو میشد یا چی می بود، جان ما دست میزد، در قسمت هایم دست میزد، در اینجا هم دست میزد. میگفتم که چرا این کار میکنی؟ بچه این محبتم است، هر پدر این کار میکنه. نام فیلم از گفته های خود شخصیت فیلم هست. من معمولا سعی میکنم که نام فیلم از درون از بطن داستان یا از بطن گفته های شخصیت ها پیدا بکنم. ما تصمیم گرفتیم نام فیلم بگذاریم 1001 زن. 4 سال سخت بود، تهدیدات زیادی داشتم، آزار اذیت شدم از همه طرف، و ای که در جامعه سنتی مثل افغانستان شما در مورد تجاوز به محارم صحبت بکنین، مردم شما را آزاد نمیگذارن. مردم و دولت و حتی سازمان‌های حقوق بشری که فیلم باعث شرمندگی اونا شده بود. با وجودی که یک داستان محلی از یک جامعه دور افتاده او طرف دنیا به هر حال بود، ولی هر کسی یک بخشی از این در بخشی از این فیلم قصه خودش تونسته بود پیدا بکنه. این برای من مهم بود، جدای از اینکه حالا برای اینا مهم است که ما از داستان‌های خود بتونیم بگوییم، ولی مهمتر از اون بود که این فیلم در جامعه افغانستان یک تحول ایجاد کرد، به این معنی که برای ما 1 ماه بیشتر در کافه‌های پل سرخ در مورد این فیلم صحبت میکردن، و همچنان وقتی من بالاخره تونستم فیلم در جای دیگه نمایش بدم، بازخورد جوانا خیلی خوب بود نسبت به فیلم، و دخترای جوان خیلی تشویق کردن، و علاوه بر او این فیلم باعث شد که مردم برای مدتی در مورد جنگ و اینطوری صحبت نکنن، بلکه در مورد فیلم صحبت بکنن، و این به نظر من رسالت یک فیلمساز، یک هنرمند است که جامعه را مجبور کنه در مورد سینما، در مورد ادبیات، در مورد موسیقی صحبت بکنن و نه همیشه در مورد جنگ. I really enjoyed watching the film, even though it was really tough to watch. In a way, shocked that it was the first case of a young woman finding justice after being a victim of such of rape, and yeah.